امیدوارم به کانال خودتون خوش اومدین. لطفا کانالم رو سابسکرایب کنید، لایک رو بکوبید، زنگوله بغلم بزنید. بزن بریم پارت قبلی رو اگه یادتون باشه ما اون یکی دختر مابی رو کشتیم. حالا باید بریم خونمون. بچه ها وقتی کانال من رو 10,000 تا مشترک رسید من اسم این بازی رو میذارم. اگه دوست داشتینم نصب کنید. خب 12 آوریل الان باید بریم سر کار که پول جمع کنیم. اول باید بریم شهر. اینجا دوباره 12 آوریل. خب اینجا محل کار ماست. اینجا میزنیم یس. خب حالا باید اینجا سفارش ها رو تحویل بگیریم. خب ببینیم این چی میخواد. این بستنی. خب بریم که یه دونه بستنی سفارش بدیم. بریم ببینیم مشتری بعدی چی میخواد. چایه فکر کنم. نه چایه. خب سفارش یکی رو بگیریم. بدیم. خب این اشتباه شد. خب بریم چای اینو بدیم بهش. چی میخواد؟ کیک. بریم کیکش رو بدیم بهش. خب یه دونه کیک. این هم میره میلک شیک میخواد. کاپ کیک. بریم کیکش رو بهش بدیم دیگه. بریم کاپ کیک رو ثبت سفارش کنیم. خب این میخواد کاپ کیک. دوباره چای. یه دونه چای هم سفارش بدیم. کی کاپ کیک میخواست؟ رفته. کیک. چایش رو آماده کنیم. چایش آماده است. بریم بهش بدیم بابا. اون دیگه کیک میخواست نه؟ بستنی. بریم سریع در کیکش رو بهش بدیم تا نرفته. بریم بستنی اینا رو سفارش بدیم. خب وای میستیم تا سفارشش رو آماده کنه. خب سفارشش رو میگیریم. میدیم بهش سفارشش رو. حالا شیک این هم آماده کنیم. خب اینجا کارمون تموم شد. 13 آوریل من میخوام برم شهر ببینم چند دلار گیرم اومده. 96 دلار. خوبه. خب بریم یه دونه هدفون واسه خودمون بخریم. پیش به سوی مدرسه. بچه یادم رفت اینو بهتون بگم. به خاطر گرافیک پایین ویدیو ازتون معذرت میخوام. الان سیستمم خراب شده. کامپیوترم هم داره تعمیر میشه. بعد فعلا همینجوری صبر کنیم. خب 13 آوریل
بریم مدرسه. خب این دفعه با چی بکشیمش؟ نظرتون چه با قیچی بکشیم؟ فکر خوبیه نه؟ بعد این یکی رو بکشیم. خب بزنم بریم تا پیداش کنیم. این همین براست فکر کنم. خب همونطور که گفتم این مزرده رو اسمش نمیدونم چی بود نخوندم. خب همین دور و بر راستین. خب بریم فعلا تی و اینجور چیزا رو بیاریم. خب تی رو که برداشتیم میبریم میذاریم کنار شومینه. خب اینجا میبینید که سنپای نشسته. میرید مستقیم اینجا باشگاه. این یکی همون پسراست، این یکی دختراست. و میپیچیم اینور. اینجا یه دونه زمین بسکتباله، میتونیم بازی کنیم. خب حالا بریم این تی رو کنار شومینه بذاریم. من میرم مزرده رو پیدا کنم و بیام. سلام، چطورین بچه ها؟ این مزرده هست، اسمش کازوئیکاست که همون. خب گاهی اوقات طبقه بالاه. من میخوام برم ببینم طبقه بالا چیزی هست پیدا میشه یا نه. خب همینجور که داریم میریم کانال سابسکرایب کنید و دوباره ازتون معذرت میخوام به خاطر گرافیک پایین ویدیو. چنل دوستم هم سابسکرایب کنید، همین که دارت قبلی واسهتون گذاشتم. فعلا برای گشت و گذاریم ما میریم وقتی بری کردیم بهتون خبر. بچه های این رفته سر کلاس. ما فعلا نمیتونیم اینو پیداش کنیم و بکشیم. بچه میبینیم که سر کلاسه. بعد وایسیم کلاسش تموم شه دیگه. بعد بریم سر کلاسمون تموم شه. زنگ بعدی میکشیمش. خب اینجا کلاس ما هستیم که درسامون رو بخونیم. خب سریع‌تر بریم تا نرفته. ما مزرده رو بعد از 1000 جور بدبختی پیدا کردیم. خب حالا
باید ببریمش اونجا بکشیمش. حالا آمدیم اینجا. خب حالا آوردیمش اینجا. خب حالا بکشیمش. وقتی رفتیم باید سریع بریم همونا، سریع تا کسی ندیدتمون. خب باید بریم هموم دخترها. خب هموم رو بکنیم. خب هموم کردیم و بخیر اینجا بخندیم تا مولها این دختر موبی هم که همیشه دنبالمه. بکشیمش یا نه؟ خب حالا وقتی تی کشیدیم باید شومینه رو روشن کنیم تا بسوزه. دختر موبی هم همچنان دنبالمونه. خب حالا باید بریم تو دشویی قیچی رو بشوریم و بیاییم. خب بچه ما این کارمون تموم شد. حالا باید اسپید بزنیم تا هرچه زودتر وقتی کلاسمون بشه بریم خونه. آره تا وقتی که من اسپیک تایمو میزنم لطفا شما لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله بغلم بزنید. یه سابسکرایب که چیزی نمیشه. خب ویدیوی بعدی قرار در مورد این باشه که من میخوام کل مدرسه رو به شما نشون بدم. یعنی بعد کل مدرسه رو بگردیم. خب حالا باید بشینیم سر کلاس درسمون رو بخونیم. بعد اینکه درسمون رو خوندیم باید بریم خونه. بچه ها خوشحال مرسی که تا آخر این ویدیو رو دیدین. خوشحال میشم کانال من سابسکرایب کنید و تا پارت بعدی ویدیو خداحافظ. خب وقتی رو تختمون خوابیدیم دیگه صبح میشه. تا ویدیو بعدی خداحافظ. لطفاً کانالمون رو سابسکرایب کنید، لایک هم بکوبید. خداحافظ.